سلام دوستای عزیز، دی ویدیو همراهتان طرز تهیه پانیپوری را شریک ساختیم. عزیزایی که درخواستش را کرده بودین پس این ویدیو را بیننده باشین و همچنان کسایی که پانیپوری را بسیار زیاد خوش دارین یک بار به طریقی که همراهتان شریک میسازم آماده بسازین. از مزهش اصلا سیر نمیشین، مثل پانیپوری هایی که در هندوستان آماده میکنن عین همون شکل است. خب میریم به طرف آماده ساختنش. در ابتدا با 1 گیلاس آرد سوجی ضرورت دارین و همچنان 2 قاشق غذاخوری آرد عادی و یا هم ساده، 3 قاشق غذاخوری هم روغن ضرورت دارین و یک بار همه موادهایتان را با هم مخلوط بسازین. قسمی که میفهمین آرد سوجی کم درشتر است و باید وقتی که ما خمیر میکنیم این کاملا به شکل خمیر بیایه. به همین خاطر 1/4 حصه آب جوش اضافه میکنین. ممکن است ای آب جوش زیادتر ضرورت شود از این مقداری که براتون گفتم. به همین خاطر شاید بیشتر از 5 دقیقه وقتتان بگیره تا زمانی که به شکل خمیر بیایه و دانه های سوجی کاملا حل شود. قسمی که میبینین باید خمیرتان همین قسم سافت باشه و بگذاریم که خمیرتان برای 20 دقیقه کاملا آماده شود. این هم میبینین 20 دقیقه بعد است. قبل از اینکه به زوالای کوچک ایره تبدیل بکنین فقط یک بار به شکلی که شما در تصویر میبینین یک بار دیگر هم خمیرتان را آماده بسازین و به این شکل به اندازه های خرد شما میتونین که زواله هایتان آماده بسازین و متوجه باشین در وقت هموار ساختن این خمیره 4 اطرافش با وسطش باید همسان باشه. بعداً به حرارت متوسط سرخش بکنین. قسمی که در ویدیو میبینین وقتی به داخل روغن اضافه میکنین خود خمیر یک قسمتش خود را بالا میکنه و به همین شکل که در ویدیو میبینین آماده میشن. خب حال هم یکی از مهمترین موادهای دیگرش آماده میسازیم که به خاطر ازی به مقدار نعنای تازه ضرورت دارین به اندازه نیم گیلاس گشنیز تازه، مقدار زنجبیل تازه همراه با 2 دانه مرچ تازه و همچنان مقدار کم املی میگیریم. عزیزایی که سوال داشته باشن که املی را از کجا میتونین بگیرین، از دکان ایندیا و پاکستانیا دریافت میتونین. خب دوستان تمام موادا را از میکسر کشیدم و بالایش 1 قاشق غذاخوری از چات مساله اضافه میکنم. 1 قاشق غذاخوری هم از مساله پانیپوری همراه با نیم قاشق چایخوری پودر زیره، مقدار ضرورت نمک و 3 گیلاس هم آب اضافه بکنین و این مواد ما هم کاملا آماده شده. خب بس 3 دانه کچولی جوشنده ضرورت دارین که باید از تراشک بکشین همراه با نیم دانه پیاز، مقدار گشنیز تازه همراه با نیم قاشق چایخوری پودر زیره، همچنان نیم قاشق چایخوری چات مساله، مقدار مرچ سیاه و مرچ سرخ. خب کم هم نمک اضافه بکنین. این موادها را هم با هم خوب مخلوط بسازین. این مواد ما هم آماده شد و فعلا تمام موادهای پانیپوری ما آماده شده. حتما به این طریقه یک بار آماده بسازین. همراه شما وعده میکنم که بار به می شکل آماده میسازین. دوستای عزیز خواهش